مطمئنم باورت نمیشه اگه بهت بگم این سنگ رنگین کمانی همون حالت خام سنگ آهنه. باورت میشه با یه چراغ قوه معمولی گوشی هم حتی میتونی سنگای جواهری پیدا کنی؟ به خاطر قابلیتی که اکثر سنگای جواهری دارن و نور رو از خودشون عبور میدن، شما میتونید اونا رو تشخیص بدید. بقیه پستام هم چک کن. این سنگ معمولی رو داخل طبیعت چند بار دیدی؟ 1 بار، 100 بار، غافل از این که درونش این شکلیه. ببینید حتی معمولی ترین سنگام وقتی عبور نور دارن امکان داره درونشون به این شکل باشه. بریم یه شاهکار خلقت ببینیم. توپی درجه 1 آمیتیست. اینجا رو ببین، عجب رگه‌ای پیدا کردیم. رگه کریستال کوارتز عزیزم. الان یه قطعه‌شو در میارم، فقط ببینید. چه کاری تو آخه. وای خدای من، ببین دوستمون چی پیدا کرد. فقط یه قطعه الماس هرکینر که به خاطر وجود ناخالصی‌هایی مثل آهن درونش این بافت خارق‌العاده به وجود اومده. اینجا رو داشته باش، یه رگه آمیتیست درجه 1 یا همون یاقوت ارغوانی معروف. فقط با ما همراه باش تا ببینیم درون این سنگ معمولی میتونه چقدر زیبا باشه. خوبه بدونید این نمونه عقیق مکزیک هست و جزو زیباترین عقیق‌های دنیا هست. فکرشو میکردی درونش این شکلی باشه؟ این سنگ رسوبی و داخل رودخونه دیدی ساده از کنارش رد نشو که درونش یه فسیل بی‌نظیره. فقط ببین. مطمئنم دیگه سنگ از این زیباتر تو زندگیت ندیدی. درونش رو ببین، فقط واقعا زیباست. مطمئنم اگه 1000 بار از اینجا رد بشی باور نمی کنی که همچین کریستال عظیمی اینجا پنهان شده باشه. فقط شما با مطالعه و شناخت سنگا میتونید اینا رو پیدا کنید.